هم از غم تو همیشه با چشم ترم کو به کو دش به دش بالا و در بدارم جور باشه که جیخان ما گردن ما بند کالار زادی اشته باور میکنی ازم سرا بیرو شدم خوب همطور که گفتم چی کنم از غم تو همیشه با چشم ترم کو به کو دش به دش لالا و در بدرم به می تا خوندن به دل من نقشه گیش که گفتم کجیره ببینم اول به درس را باس نمیرم اول به پیش کجیر میریم که گفتم آمدگی خود بگیری که ایتا با تو بگم نیم اگرم سر کلت و لبات و همه سرخ شه چری؟ میفهمی چری؟ چری؟ خبر نداری؟ هر توتی یا برابر گوشاتو میته چیزا سرخی توی سرخه یک سیبانیه که بزنی به بدن که انرژی بگیری یک روز او بزینیه درک دارم گردن همه بند باشه بیا که جوام او کرده کجا میبری؟ به مکتب همیته؟ نه خب میفتم سرا نون بخورم گرشی کنم کیف خودم دیونه تو به مکتب میری مگر روز آخر خوب چه کار کنی؟ بری بغل قلوب بفروشی بغل قلوب بغل قلوب چیه؟ لبلبو خوب لبلبو کیته خوب کتانی مثل خربزه و تدیگ میگیرم پخته میکنم با اینا رو خوش میکنم بفهمیدم ایته میری؟ ها میرم فقط یاری سر ماما با بازگل ایتر رک بار کرده بده میری عباس رمار داری؟ ها رمار داریم مرد مکتب یلک و هر روز منی تا توی تو هسته و بیزی هسته مینیم خودتو خوبه ساعتیریه ساعتیریه دیره من مکتب میره میته میشی مثل مرغ بری میته مگرم تو را دان خواهو بره او بیا یه روز خیلی گرمه گرزن او بیزی که ایته با تو بگم نیه که مگرم نیه ایته با گو با بوکس بزنی رنج تو گل شه بری درس عباس بله عباس ما بزینی کن به مکتب نرو دیونه سه کشته تو سرخاب دیوری رو نمیفهمه انا لطنگاه خدا خودی میریم به او بزید بخیر گیلک این خوبه یه از منه برو اونم نشتاب یک آخلی تاکو به کجیر که دست نمیرسه تروشار نکشید اینا به کدیونه گیلک بره که دیر نشه بریم به بزی بریم الو هم بچون اونی الو سیب الو خوبه الو بریم بچون گیلک نه بینه ما یک کس یک دانه نه میبینه بابا ما 3 نفریم هر کسی ببینی سلط میکنه خدا سوید باغ مار بگیره پست مار میکنه نه خواهد لگاس ببر سن نداره درم بیا برو دیگه عباس برس به دومان بریزم بعد کردم برس بعد کجی کجایی
نندو رضا نندو دیگه کتای بندو بگی گیلک بندو بگیرم بندو باشه کمی بخورم بندو بابا میریم به سر جو میخوریم مثلا درشتار بکی انی بغل انی ای بغل آفرین بندو باشه بخورم بابا بخون نه خورده کاله که عباس دیگه پس به کیسا خو کن من میکنم تو به کیسا خو کن ها به کیسا خو کن گیلک ها کوک کجی به کجایه او نام خدا بشی درختار اوره اینجا خوب چیزیه گیلک نگفتم عباس دلهن و من با شهر کدوم یکی فکر درشتار بکی کتار بکی علی بستار بابا میچینم برو پاو به نام خدا گیلک نمیه کسی نه بابا برو آن مردم چشت لقلقه خواه همه عباس برم ما تگه میکشی قلبه چوره بچی تا شده که عباس بستکین سبا بیلا بده سبک وخش بچی که مرتکه بیام بچی عباس بیا کجی کچی بیا تکه کچی بابا بیا تکه سلام علیکم. سلام رسول جان اشتون مرا خوبم بخیر خیریت خوب هستی بخیر سلامت الحمدلله چیگه پای خوبه خیریت چیگه پای خوب معلم شد سه شما رو بدیدم چرا خیریته خیریت امی کجیر برار شما به کجایه همین جه چرا یک 10-12 روز میشه براری غیر حاضره به سر صنف نیه نه والله واقعا ما گفتم دیر اجون مریض خستی چیزی البته نه بابا کجیر معلم صاحب کجیر هر روز با مکتب میایشته یا فکر کنم از 10 روز بیشتر میشه که ما به سر صنف ندیدم برار من خوب شد که شما رو بدیدم اگر نمی آمدم رو به در خونه امرو نمی آمدم صبح حتمی میام گفتم شاید مریض چیزی باشه نه بابا هر روزم نون چاش نمیخوره سو خوره میداره با مکتب اشته بودی بی یک پرسجوی بکنیم پس یکی 2 نفر دیگه هم از صنفا غیر ازیری داره فکر کنم هم که معلم صاحبا میگم از انتا محل شما تا از کجیر که بهم صنف مانه بالاخره من یار 12 نگران روز صنف نه نگرانم ولی ها فکر کنم 12 روز دقیق میشه که غیر حاضره پس به مکتب میای میگیم هر روزم نون چاش نمیخوره به عجله لالا نیه 12 روز ما به مکتب ندیدم از خوب اشته کنیم برو این دوست مکتب شده ای نمیفهمم دیگه از ما خوانه بالاخره می وظیفه مانه برای شما میگیم خیر بینیم معلم صاحب تشکر خیر بینیم که ما رو سلامت آگاه باشین. ساختیم باز به من خبر بدیم سعی کنین که چی نه گپه من انشالله پیگیری میکنم خوب بریم خیر بینیم بخیر باشیم معلم صاحب خدا حافظ حتمی پیگیر شیم انشالله خوبه چشم خیر بینیم اشتره کی 10-12 روز میشه به مکتب نرفته ای که هر روز ساعت 12 و نیم هنوز نون تیار نمیشه جنجال میکنه به خونه که نون تیار کنه که من میرم تو بگذار اگه من رد از این مگره بگیرم کی به کجا میره
میگم بله لالا بفرمایید. آخی معلم تو مر بدیدک میگه 10-12 روز میشه کجیر به مکتب نماده. لالا هر روز من میرم. هر روز میبینم که میری از خونه بیری میشی ولی به مکتب معلوم نیه که میری آنه. یه گردنم من لالا هر روز میرم. کی دروغ گفته هر کی گفته؟ همین معلم ایدگل ای دروغ میگه منم می گپ دی. لالا من نمیزنی. تو را اگه میزدم تو ایت چیزی نمیشیدی. میگم به شرطی نزنی. پیش بیا بگو. لالا هر روز من میایم ما برو به مکتب میام که چاشتا برو بدیم خودگی لای میای سلام خودی هم پسن میگه بیا بریم به علی جونده بچون بریم به عبدی به مکتب نرو بکنی 100 نوتیر میشه. من چی میگم من میرم که لالا من میزنه اگر در من پشت من میکنه میگه نه تو بیا بریم به عبدی 100 نوتیر میشه عبدی خوب هوام گرمه بیا بریم علی بجونیم توت بخوری چیکار کنی فلان کنی بر با زور کش میکنم میبرم. آخه مرگ مر به عبدی میبره تو خود تو مقدار مثل میگیلک تو 10 تا به سر جو توش نمیبری و پس میاری به پاگب تو اشته به جلو از ساده بی عقل میشی میری به بازی که تو یک ده موقع ده منجا غرق شی. لالا اون روز من بعد به ترجمه ما صبح مرم. این دفعه تو رو خودی همون ندیدم تو رو میته میزنم به دیوال که دیگه وانایی. خوبه بفهمیدی؟ خوبه لالا. تو برو بسرا بابا تو بیا محل تو درس منه کال ما برم به پیش بیار از یه خان بیار مگه بگیرم. خوبه. امیق زرقات تو قیافه و خجالت نمیکشه. بله خب میگم بله هم یک دقیقه بخزیم بیایم به می سایه که ما برای شما دو کلمه خیلیت گفتم. نیست سلام نی یک مونده نوشی سلام علیکم اله کنیم رادر بخزیم شما بیایم. خو خیریت باشه خوب خیریته خیریت هم تیره خو خیریت کو مامان اوروز بله همی پیشتر من این معلم کجیره بدیدم خوب به من گفتک 10-12 روز میشه که کجیر به مکتب نماده. خوب از او پرسان میکنن که تو می 10-12 روز به کجا بودی؟ اول که به می چی نگو دی رادیو هیچی مر گیلک موقع مکتب که میشه میای به جلو رو مر میداره میبره به بازی با باغ باغچه به لو جنده ما چون باغکوک جنده و چی همه از شما فکر کنیم خودی و که میته تنبی غیرت کلون شد چیز بی سواد بی عقله همی برار منم مثل خود خمای همی چیزی ور یاره. یعنی منظور گپ تو یعنی بچه می کار کرده؟ نه پیارمه پس کی دیگه می کار کرده؟ مامان امروز یک ذره فکر کنیم یک ذره تربیه بدیم یک ذره بچه خور فکر کنیم بفهمونیم صبح می برار می یک کار حال میشه می خنگیر به شما نم ایت نخونی و بخون شما خان شما رو میگیرم. چه برار تو برات بچه من میره؟ برار ما بیری میشه میره به مکتب بچه شما سر را بیرا میکنه. یعنی بچه من را بیرا کرد بچه شما برار شما را؟ ها دیگه پس کی بوده دیگه؟ برار جان خوشک خور بخند من اندازونی مامان امروز دل برای خود تو مایی که بابا می تو راب بره به بزی بره به لجونده بره تو میندازی بخند بچه من میندازونی؟ نماید دل برار او به مکتب میره او به مکتب میره او را بیرا میکنه گیلک بیرا میکنه او مدام که هر کس به شما یک چیز بگم شما هم عیب بچه خور نمیفهمیم باز هم بالی رو میپیشیم. هم برای تو خورتکه کیه؟ آخی خورتکه نیه مامان امروز نه کی گفتم خوردیه. خب بچه شما مردم بیا ما چون بریم امرو به لوجونده بریم ما چون امرو بریم به اوبزی بریم ما چون امرو بریم به میله بریم. خب انا اول خود می انا برای شما میگم بیا برای خود شما برای باغ بریم لجونده تو میری خود می مامان امروز ما و شما فرق میکنه. نه برات هم بد نره ما و شما فرق میکنه ما و شما آدم ها هوشیاریم شکر فکر میکنیم درک میکنیم برار محمود تو چیزی کلونی نیه که بفهمه. خداوند بچه من هدایت کنه کاکو جو هر چه که من تامیام تو یک ساعت دار میگی نصیحت کنه که برو کاکو برات کار وخی مامان امروز این دفعه اگه بچه شما برات برار خوب بدی دنبال گله نکنه. برو برات کار برو
برو دیگه. من بیام که شما پیاده یک ذره بچه برو خود نستیحت که نره به رادیو. خودی قیافه گنده خوب. شما که خوب قیافه آره. برو دیگه برو. همون قضا فکر نمیکنه. یک ساعت میشه من اینجا خدای میگو چه کار شده. که برام خودی بچه تو کجا میره. خونه رو برو تو. دیوانه نمودم دل دیوانه خود را، دیوانه نمودم دل. بگو اینجا گرده بشی. ای بخواه ایرو کو. اینجا بشینیم بابا که دو چیزایه. ایرو کو. بله. نگو کارت معلوم هسته؟ بله. کارت معلوم هست که تو چی وظیفه داری؟ ها چی وظیفه داری؟ من کمی به چیز به گساله چیز برده بیدم از این آردا و توارا. خب کجا بدی؟ تمی روزا و کجایی؟ تمی روزا و کجایی؟ چطور میروزم کجا؟ همین اصل تاشون به کجایی همین روزا؟ از صبح تا شب؟ چه کار میکنی؟ چی وظیفه انجام میدی؟ خب گاهی میرم علف میارم، گاهی میرم مثلا انمال تبار ببردم بهم زدم ببردم پیش گساله ریختم، گاهی مرغا جمع میکنم، گاهی مثلا میرم صحرا، گاهی به زمین خود دیگه ما چه کار میکنیم؟ میگو تو شرم حیات داری؟ بله. تو شرم حیات داری که من کی؟ تو دی کلوتا چی دی می بشی؟ شرمایا مثلا کی نه؟ یعنی دی کلوتا چی می بشی؟ دی کلوتا چی می؟ چرا بابا؟ تو خجالت نمیکش که تو هم کجی بچه همسر بر میداری میبری به بازی و به لوجونده و به توت خورده که آرام تاد میندازونی که امروز برار بیامد که تا گروسوی ها تیم بخچه کرد به کلمه که دیگه چی بتو بگم؟ برار کجی؟ کجی بابا؟ میگه 10-12 روز میشه برار من تاد رسا بچه تو برده به بازی برده و بری بر برده بابا صبر کنی کجی رو هم قد منه. حالا من چه کار کنم بعد از شما تا کی دیگه نون خود خود بخونه عقل کمال باشه من یاد دم. نه کجی رو هم قد منه. او میگه بچه تو میگه بچه صبر رو عربی را کده میبره به بزی بر تو میگه کجی هم قد منه. خب من کدوم حکم فکر کنم؟ من نمیفهم بابا. گردنم بند باشه اگه لنگم برفته باشه برات کجیر برفته باشه ما بگفته باشم. بعد کی رفته برات کجی؟ بگم بابا. بگو. حقیقت بگی. سر مرم بیرا کردن. ادب خیلی چپ کردن. کی کرده؟ عباسک. عباس کرده؟ ها بابا هر روز میگه چیزه با ما و کجیر میگه بریم تو سرخه بخوریم انا ölü جنده او بیزی گیلک دروغ نگی دروغ نگی دروغ نگی اگه دروغ گفتی با میفهمی؟ ها ترمش کنم نه دروغ نمیگم من تو کمی تا چیز بی سواد بی عقل دیوانی که با ما کلون شدی من دیگه چیکار کنم بچه‌ها مردم من تو عربی را میکنی من متصمیم عباسه کنم تو عربی را کرده باشی ها بس نمیتونم مش من فرق سارت کنم یک از میبخی شیش تا دیوار تو چری تو آخه با تو بابا تو چری کار میکنی بابا این درد داره داد داره تو شیخان میشوزه چه کار میکنی اگه میگه کم تا فکر نمیکنی برارم بی دولو بدون دولو چی وزی یک سال میرخصه به تبلغ به کلمه که بچه تو برام عربی را کرده و چه کار کرده فلان کرده اگه تو ببینو خود اینو که خودتو گاب بزن